تو سال 1994 دانشمند ژاپنی دکتر ماسورو ایموتو یه چیز شگفت‌انگیز رو ثابت کرد. کلمات شما میتونن دنیای اطرافتون رو به صورت فیزیکی تغییر بدن. اون از دانشجوها خواست تا به یه سری بطری آب کلمات منفی مثل ازت متنفرم یا تو یه شکست خورده‌ای بگن و به بطریای دیگه کلمات مثبت مثل دوستت دارم یا متشکرم. بعد از یخ زدن آب و مشاهده اون زیر میکروسکوپ نتایج حیرت انگیز بود. آبی که با انرژی منفی مواجه شده بود الگوهای بی‌نظم و زشتی تشکیل داده بود، ولی آب پر از عشق و قدردانی کریستال‌های زیبا و هماهنگی به وجود آورده بود. و حالا بخش حیرت انگیز ماجرا بیش از 70% بدن شما از آبه، یعنی هر کلمه‌ای که میگید داره درون سلول‌هاتون، انرژیتون، سلامتیتون و حتی واقعیتتون رو شکل میده. پس با عشق حرف بزن، با قدردانی حرف بزن، با قدرت حرف بزن. اگه دوست داشتی خوشحال میشم ویدیو رو لایک کنی.